28 دکتر سال 2024 پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به سمت‌های داخلی و خارجی کشور ارائه گردید. واقعاً پیام فراگیر کل ساحه‌های خواجگی خلق از جمله مناسبت‌های داخلی و بین المللی میباشد. باید تاکید نمود که یکی از سمت‌های مهمی که در پیام پیشوای ملت به آن تاکید کرده شد ساحه معارف و علم میباشد و دستگیری پیوسته پیشوای ملت همچون کارمندان ساحه معارف، زیاد گردیدن مزد مهنتی آنها، دستگیری نمودن پیوسته عالمان باعث خرسندی ما کارمندان ساحه معارف می‌گردند. زیاد شدن شماره خوانندگان مکتب‌های میانه، زیاد شدن مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی، بیشتر گردیدن استیپندیاها در سمت‌های علاوه به مانند استیپندیای درخشندگان، زیاد نمودن آزمون‌های جمهوریوی و مبلغ آنها باعث پیشرفت علم تاجیک خواهد گردید. در رابطه با آزمون جمهوریوی بهترین کتاب علمی، مقاله علمی و مقاله علمی و عمومی به کمیته تدارکات 98 مواد پیشنهاد گردید. موادی به آزمون پیشنهاد شده مورد بررسی قرار گرفته، غالبان از جانب پیشوای معظم ملت با مبلغ‌های گوناگون قدردانی شدند. آزمون از روی نامیناسی‌های بهترین کتاب علمی، بهترین مقاله علمی و بهترین مقاله علمی و عمومی جمع‌بست گردیده و به هر یک غالبان نامیناسی‌ها جای یکم 30,000 سامانی، جای دوم 20,000 سامانی و جای سوم 15,000 سامانی مکافات پولی سپاریده شد. مقصد از برگزاری آزمون بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی، معین نمودن بهترین آثار علمی و عمومی و حقوقی، تقویت کسبیت محققان و عالمان در ساحه حقوق و رشته علمی حقوق وطنی می باشد. تاکید نمودن به مورد است که 31 آگوست سال 2024 از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون کشور و سال معرفت حقوقی برای دستگیری نمودن عالمان کشور امر به تصویب رسید و موافق این امر آزمون جمهوریوی کتاب علمی، مقاله علمی عمومی اعلام کرده شد و خوشبختانه یکی از کتاب‌های ما پیشوای ملت و سال معرفت حقوقی غالب جای سوم در این آزمون گردید و اظهار منتداری خود را برای دستگیری و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم.